سلام، به دنیای نامرئی امواج خوش اومدید. امروز میخوایم یه مفهومی رو با هم باز کنیم که هر لحظه دور و بر ماست، از رنگ‌هایی که میبینیم گرفته تا صدایی که میشنویم. خب جواب همه اینا یک کلمه است: فرکانس. یه مفهوم پایه‌ای توی فیزیک که دنیای ما رو به هزاران شکل مختلف تعریف میکنه. بیایید با هم عمیق‌تر بشیم، ببینیم داستانش چیه. فرکانس انگار نبض دنیای ماست و برای فهمیدنش هم اصلا لازم نیست بریم تو آزمایشگاه. فقط کافیه به ریتم‌ها و الگوهای تکراری که همه جا دور و برمون هستن یه نگاهی بندازیم. ببینید، تو ساده ترین حالتش فرکانس یعنی شمردن اینکه یه اتفاق چند بار توی یه زمان مشخص تکرار میشه. واقعا به همین سادگیه. خب حالا سوال اینه که این تکرار رو چطوری اندازه بگیریم؟ دانشمندا برای اینکه بتونن بهش یه عدد بدن، یه واحد مشخص براش تعریف کردن. ایده اصلی دقیقاً همینه. یه مفهوم به ظاهر ساده ولی فوق‌العاده قدرتمند. یعنی شمردن تعداد دفعاتی که یه چیزی توی یه بازه زمانی مشخص اتفاق میفته. ما فرکانس رو با یه واحدی به اسم هرتز اندازه میگیریم. این اسمم به افتخار یه فیزیکدان آلمانی به اسم هاینریک هرتز انتخاب شده. پس اون ساعتی که هر ثانیه یه بار تیک میزنه، فرکانسش میشه دقیقاً 1 هرتز. پس اگه بخوایم یه جنبندی سریع بکنیم، فرکانس یعنی تکرار یه اتفاق توی زمان. واحدش هرتزه که به افتخار هاینریش هرتز نامگذاری شده. مثالش هم همون تیک تاک ساعته که میشه 1 هرتز. ولی خب داستان فرکانس خیلی بزرگتر از تیک تاک ساعته. این مفهوم در واقع کلید درک یه دنیای وسیع و نامرئی از امواجه. امواجی که واقعیت ما رو میسازن، از صدایی که میشنویم تا نوری که میبینیم. مثلا هر نوتی که توی یه آهنگ میشنوید در واقع یه فرکانس صوتی خاصه که داره توی هوا ارتعاش پیدا میکنه و به گوش شما میرسه. این یکی واقعا شگفت انگیزه، نه؟ هر رنگی که شما میبینید در واقع تفسیر مغز شماست از یه فرکانس فوق‌العاده بالا از امواج نور. باور نکردنیه. و میدونید همین طیف الکترومغناطیسی انگار ستون فقرات دنیای مدرن ماست. از امواج رادیویی که موسیقی رو میرسونن به ماشینتون گرفته تا اشعه ایکس توی پزشکی، همشون بر اساس فرکانس کار میکنن. خب ولی فرکانس تنها نیست. یه ارتباط خیلی عمیق و قانونمند با چیزای دیگه مثل طول موج و انرژی داره. بیایید اینم ببینیم. ببینید اینجا یه رابطه خیلی کلیدی هست. فرکانس و طول موج برعکس هم کار میکنن. یعنی هرچی فرکانس بالاتر بره، طول موج کوتاه‌تر میشه. ولی از اون طرف رابطش با انرژی کاملا مستقیمه. این قانون ساده که با فرمول E=hF هم نشونش میدن، یه نتیجه خیلی مهم داره. فرکانس بالاتر یعنی انرژی بیشتر. دقیقاً به همین دلیله که مثلا امواج رادیویی بی خطرن، ولی پرتوهای گاما که فرکانس خیلی خیلی بالایی دارن میتونن انرژی تخریبی داشته باشن. خب حالا شاید بپرسید اینا به چه درد ما میخوره؟ اهمیتش اینجاست که ما با کنترل کردن همین فرکانس‌های مختلف دنیای مدرنی که توش زندگی میکنیم رو ساختیم. از همون امواج رادیویی که باش موسیقی گوش میدیم تا امواج صوتی که به کشتی‌ها برای مسیریابی کمک میکنه یا حتی فرکانس برقی که ابزارامون رو راه میندازه، همه اینا کاربردهای مستقیم کنترل فرکانسه. پس میبینید فرکانس فقط یه عدد و رقم نیست، انگار یه زبان اصلی توی این جهان هستی. و این یه سوال خیلی بزرگ رو تو ذهن ما ایجاد میکنه. چه فرکانس‌های دیگه‌ای توی این دنیا وجود دارن که ما هنوز روی موج اونها تنظیم نشدیم؟ مرسی که با ما همراه بودید.